آخرش شاکد اوف. یه بچه ما را عصبی نکن. چی من نمیک شویا؟ اینجا چی گپ هست ها؟ باید چی را میپرسیدیم؟ یک لحظه میدونید باید ما تشکر زیاد نمیارزه برادر. کلتکیله زنده باشه میگم. نمیدونم در صبحی بر وقت آمدید از کجا میدونم؟ اما من شنیدم که یک قهرمان پیدا شده در لباساش ما ستاره شو بیرون میبرامده. میگم من برادر من نباشه یکی زنده امو. کمیسر لطفاً بگوید که او زنده نیست، چون که اون دیوانه اگر زنده باشد اهلیق از پس من میشود. کمیسرم لطفاً گوید که امو زنده است. این دیوانه برادرم میگم کار کنه ترا من جوابش میگم. لطفاً گوید که زنده نیست کمیسر. سمی میگم زنده. مرده بود آخر مرد نگو که اوز عصبون ویران میشود. روش کن شاکر مرا گناهگار نکن برادرم. او مرده است آخر. برادرم زنده است میگم. میگذار نابود حیوان مترشم برای میگم که برادر مرا مرده نگو او زنده است. او هیچ وقت نمیمرد. بس کنید. بخیر است در صبحی بر وقت. بلای سرتان رو میجوید شما. استغفرالله کمیسرم. تنها آمدیم که بفهمیم برادرم زنده است یا نه. من از کجا دونم که زنده است یا نه؟ اما من شنیدم کمیسرم جنگاور هم زنده بوده است. یک جای شده اژدهای سرخ را کشتن میخواستند. درست است کمیسرم؟ اما که قهرمانش میگن ماه ستاره دارد کلاسای ها کمیسر. التماس در گوشم آسک بگو. زنده می بود روی تو را نگاه میکرد مگر؟ چرا نگاه نمیکرده است؟ او برادر من بود، برادر نزدیکی من بود. یک وقت اکای اونال هم کمیسر بود، ولی از سبب اونی که با هم نزدیکی داشتیم با او برادری داشتیم. یعنی من او را اکا میگفتم از این رو این کلاس با کشتن اکای اونال هم میتواند گناهگار دانسته شود. برای همین او پنهان میگردد. اگر همین خیل باشد انیق برآمده مرا میکشد. آخر انشالله زنده میبرد ترا پاره میکند. شما در اینجا چیکار میکنید ها؟ چرا از کاروبار میگریزید ها؟ کنانی من سلام. کلتکیله زنده ای. چه خیل زنده از پسرم؟ کلاس مرد. اگر زنده می بود چه خیل می مرد؟ جنگاور و اژدها هم زنده هستند. بله زنده هستند. ولی کلتکیله چی؟ جستجو داریم. ممکن است که زنده باشد. اونای دروغ رو برای کلتکیله زنده ای. زنده ای. آخر میگوید ممکن است زنده باشد. شوکته ها یعنی نقشت خوب است. 111%. یعنی گفتنی ما رو با این لباسای من دیگر نمیشناسند. اباشه توز را مرا باور نمیکنی. خدای توبه. سمی به خدا هم خرسنده هستم که چرا خرسندی؟ برادرم کلتکیلاس میگن که زنده ای. حاضر همین خبره میبرم در عروسک میرسانم. شوکته باز کن کلاس گوییت را. اگر عزمی ما رو بیند چی میشود میدونی؟ ما از اینجا با حجره دختر او میدرویم. تو چی خود میترسون چکی؟ عزمی بازی ما ندو زینا پویر رو که ما برام. اما فرمان ندهی. ایگه پکم که بردار. صدایت رو نبرار. از همون ویرون شده. تلفن‌های دختروش را گرفته. راستی گپ خودم نمیفوری که مو تلفن بگیرم. یک طرف به سمی بخواب. زود بر آفیس ما بود. باشه صبر سیر کردیم و تمام. باشه دیوانگی نکو. همه رخش رو بخواب نغلطون بو. خیلی خوب. شوکت؟ نازیه جان بیا موشکت کنم. دختر پیش. تو در اینجا چی کار میکنی؟ عشقم یگان کس پیش رحم ما رو نمیگیرد. سمی در کجا هست؟ اینجا هم شد بیامو. اصلا کی من؟ چرا به اینجا آمدید؟ گوش کنید با خدا این بار پدرم شما رو زنده نمیگذارد. روی پدر سیاه همین کرد ای پیشم برو یکو اینمی دستی راستم کتی شپلاق در پسی کلاش میفرورم. مجنون میشوم با کوهستان میرویم. فرهاد میشوم کوه ها رو میکفانیم. اصل من برای تو که فرهاد کوه پوش کتی میکفانم. کیه؟ ای وقت پدر چه جان؟ ایادتان سخ لعنتی ها شوکت کلی کلی پایان شب لعنتی بخ کنی اینجا بیاد تو چی پدر درست نزدی دختر حیوان بیایی سمی چهار میکنی؟ هیچ چیز شده است خدا. شوکت بپر این بیا قمای بلندی چه بپرم بخشش میپرسم از شما. دستم را گیر بگویم. گرختیم خیر. ایستد به ناموسا. جان خوب هستی؟ وقتا کجا بگورزد؟ ایستد جان ایده اونا کجا فهمید مدعیجه بگورزد. ایستد بگویم نگورزد. ساختکارها
мардак мо ҳамин духтараи туро ба об рӯ гирифтанем. бисмилlat. ای وای به دست دیوانه افتیدیم. باید یگان کار کنم. ها بین مشتری هم آمد. میتوانی کار را سر کنی. عشقم ها بله آخر ساعت 5 میخوریم. از اونجا با دل خوشی میرویم. البته که میرویم تا صبح خورسندی میکنیم. البته مگر تو دوست داشته من نیستی؟ بله من هم تو را بسیار دوست میدارم جان. حافظ تو کی را دوست میداری؟ کلمه من ده. تو مگر شرم نمیکنی ها؟ ای خدا نمیترسی از زنک؟ تو میخواهی که خونه یک عائله را ویران کنی؟ بر ذات تو بر این زنک نعلت. نامعقول کردی. دیگه زنگ نزن. من این بچه را عائله دار میکنم. الو بی تربیت با تلفن خاموش کرد. بد اخلاق. مگر من به تو نگفتم دختر بازیت را بس کن افلاس؟ جناب اعظمی خطا فهمیدید. آخر دوست داشتم است. آخر دوست داشتم. در نزد زینب عیب را نمیدانی؟ با او چی عیب میشود آخر؟ من با او چی کردم؟ آخر او کار را نه سر کرده است. میخواهد زندگیش را پاکیزه و حلال به سر برد. تو احمق باشی؟ الو عزیزم بله من کافی رو محکم کرده بعداً با تو میخورم. البته جونم شد عشقم من هم تو رو کنی مامانته الله گوش کن بد اخلاق. یک بار دیگر اگر به همین دختر زنگ بزنی دهنت میشکنم فهمیدی؟ گوش کن ای بیعقل دیگر زنگ نزن. این دختر در نکاح من است فهمیدی؟ الله دیدی ای ترس تلفن نکشت. دیدی بیعقل دیدی کوالی پیدا کرده است. نگفتم که هم دختر صاحبی کن. با من چی آخر؟ نه جناب من با دوست داشتم. دم تبگی من با تو نگفتم ای بچه که همین دختر صاحبی کن. آخر جناب اعظمی پیدا کرده باشد به من چی؟ خدا با صاحبش نصیب کند. البته که اگر پشیمان نشود. چی ها گفته ایستاده تو خدا به صاحبش نصیب کند ها؟ خوشبخت باش جانم. خوشبخت باش. از راستی دلم به دوست داشتد میسوزد که مثل تو کنده بر این آدم رو همراه است. چی؟ کنده؟ در اصل دوست داشته خودت کنده است. کنده میگویدی؟ با مثل دوست داشته من در دنیا دیگر جنتلمن نیست. تو با دوست داشته بیزیبی خودت نگاه کن. روی بیزیب بوده است. تو مگر دوست داشته مرا دیدی؟ بیزیب میگوید. آخر با تو بر این آدم یک جا است میخوایی که زیبای دنیا باشد. با فکرم تو با آینه هیچگاه نگاه نکرده ای. بسیار پیشروی خوب بچه ها بهترین هستید. انا همین خیر عشق بزرگ از نفرت بزرگ آغاز می‌یابد. رسمی دوست داشتد رو نشان بده. چرا نشان میدادم؟ تو نشان بده رسمی آن کنده ات رو. لطفاً رسمی دوست داشتد رو نشان بده. نه نشان نمیدهم. تو با من نشان بده. یک تو بار نشان نشان بده. من بده باید رسمی رسمی دوست دوست داشتن رو. را بینم. تمام جوانان تمام. شما صحبتتان را دوام دهید. محبتتان زیاد می شود. من باشم به مسئله نامزدی می روم. دخترم زینب میدانی چیکار کن؟ برای کمیسر مراد یک صبحانه خوب آماده کن. خب میگویند که اگر خواهی دل مردک را یابی خوراک‌های بالذت بود. پس مراد جان دخترم زینب برای تو امانت. معلوم شد که 18 زنده است. دخترم را احتیاط کن. در اصل خودش را محافظت کند. از این پس صاحب این قهوه خانه دخترم زینب است. تو هم آدمی بیزن هستی. در خانه کسی نیست که برایت خوراک پزد. اینجا آمده سحر نصف روزی بگاه خوراک بخور. زینب از مراد پول نگیر. در دفترچه در نام من قید کن. مرا فهمیدی؟ شد جناب اعظمی. زود آمده خوراک میخورم. آفرین من رفتم. خیر تاوشتی مایل. خوب چیکار کنیم؟ یک صبحانه میخواهم گیرم اگر زهرآلود نشویم. نیست. کلچه قند اینش هم نیست. این خیلی باشه سمبوسه گیرم چی؟ گفتم که نیست. نمیفهمی. اینجا چی دارید ها؟ زهر است. میخوری؟ چی حاله که داری ببین. فهمیدی؟ چی حاله که داری ببین. من میروم برای کار. من میروم. خوب شد که رفتی. با این ابله که یک جای میشود ها؟ این چی گپ است ها؟ به این هم به سرم یک قطار بلا است. دیگر دروغ نیفتم که این رو گفتم. خوب شد اینجا به خونه نزدیک است. برای من خوب شد.